در مورد آن اعلانی که ما انجام داده بودیم در هفته گذشته در مورد کارپرتویی کردن یا اعتصاب یا کار نرفتن و به کار نرفتن، تا امروز 112 تا معلم کار بس کرده است. الحمدلله 14 نفر، 8 زن و باقیش مرد کارمندای بخش‌های مختلف حکومت‌های یعنی که جمهوری کار بس کردن. و شما باید که خوب بفهمید که قضیه چی است و راه چگونه است. و همون خاطر الحمدلله این معلومات هایی که رسیده ایستادن، معلومات های از گوشه و کنار جمهوری الحمدلله به یعنی ما رسیده ایستادن. خوب از کلاب الحمدلله 7 نفر کارمندای بخشای گوناگون یعنی از کار بس کردن که این هم از کلاب است. خود کلاب این هم باید که خوب بفهمید و بدانید که الحمدلله برادران و مردم شریف کلاب هم خیلی خوب یعنی استقامت و پایداری نشان داده ایستادن. امیدواریم انشاءالله که عدد اینها روز به روز افزوده می شود و افزوده شدن این عدد سببی بیشتر شدنی یعنی اعتراض های سراسری در کشور صورت می گیرد که این باید واقعا هم انجام گیرد تا رژیم رحمانوف دیگر بداند که او توان و امکان اداره این کشور و این مردم و این ملت را ندارد. یگانه راهی که هست این یعنی دهن شبی رنگ سنجاب بار کنه، بدونی را ما چیش بگیم دیگه.